امروز جمعه 27 مارت است و در این صبح بر وقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 سحر است و روز سعید رو برای شما تهنیت میکنم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید. حالا رو میاریم به خبرها. صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با بیماری کووید 19 به قرقیزستان نزدیک به 121 میلیون دلار قرض تقدیم میکند. کریستالینا گیورگیوا مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول میگوید پاندمی کووید 19 به اقتصاد قرقیزستان ضربه جدی زده است. هفته روان صندوق اشاره کرده بود که به احتمال زیاد این جمهوری آسیای مرکزی اولین کشوری خواهد بود که برای مبارزه با کووید 19 از این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن قرض دریافت میکند. طبق امور دانشگاه جان هاپکینز که در قرقیزستان 44 حادثه سیرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است. حکومت قرقیزستان در بعضی شهرها و ناحیه‌های این کشور وضع فوق‌العاده جاری نموده رفت و آمدی به آن منطقه را منع کرده است. دیروز در قزاقستان جمهوری دیگر آسیای مرکزی اولین حادثه مرگ از بیماری کووید 19 به قید گرفته شد. همین گونه در ارمنستان هم نخستین فوت از گرفتاری به بیماری کووید 19 تصدیق گردید. در افغانستان باشد پرزیدنت این کشور اشرف غنی با هدف متوقف نمودن سیرایت کووید 19 تصمیم گرفته است 10,000 محبوس را از زندانها آزاد کند. در نوبت اول این فرمان به زنان، جنایتکاران جوان، محبوسان بیمار و زندانیان از 55 ساله بالا داخل خواهد داشت. دوستان کل افغانستان میگوید این اقدام با مقصد حفظ سلامتی شهروندان گرفته شده است. به قبل او افرادی که بر ضد امنیت ملی و بین‌المللی جنایت صادر کردند در این فرمان شامل نمی باشند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان تأسیس گروه‌های والنتیرها برای پیشگیری از پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان را ضرور می‌داند. معاون یکم وزیر تندرستی سپارش داده است که در حالت اعلان گردیدن کارانتین در کشور باید گروه والنتیران تأسیس داده شده در بین مردم کارهای فهماندهی بگذرانند. مقامات تندرستی خبر دادند که با هدف پیشگیری از خروج کرونا ویروس از ماه فوریه تا 25 مارت 5460 نفر را به کارانتین فرستادند. این افراد از خارج به کشور آمده 2 هفته زیر نظارت پزشکان خواهند بود. به قبل مقامات وزارت تندرستی از این شمار الکی 2000 نفر به خانه جواب شده نزدیک 3,500 کس دوره کارانتین را پس سر میکنند. در میان آنها 107 شهروند کشورهای خارجی بودند. مقامات میگویند نفرانی از خارج آمده دوره کارانتین را در بیمارستان کسالی‌های سیرایتی و آسایشگاه‌ها سپری میکنند. در دوره همکاری تاجیکستان با روسیه روز 25 مارت روسپوتربنادزور با وزارت تندرستی تاجیکستان برای معاینه نمودن کرونا ویروس 20,000 تست‌های عاجلی داد. مقامات تاجیک میگویند در کشور تا حال سیرایت‌یابی به ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است، اما نظارت به خاطر پیشگیری از ویروس جدی است. ولی منتقدان میگویند تاجیکستان تا حال خطر ویروس نو را جدی نگرفته است و از تعطیل مکتب و دانشگاه و جشن‌های پرازدحام خودداری نمی‌کند. با نگرانی از احتمال سیرایت کرونا ویروس نمایندگی بعضی از سازمان‌های خارجی در دوشنبه کار خود را به طور فاصله‌ای به راه ماندند. مسئولان سفارت‌ها میگویند هنوز به طور معمولی فعالیت دارند، اما بعضی از بخش کار خود را موقتا بازداشتند. از جمله سفارت آمریکا و آلمان پیشنهاد روادید خود ویزا را قطع کردند. مسئولان بعضی از نمایندگی‌های دیپلماتیک گفتند پایان تعطیل‌های نوروزی را انتظارند و بعد از آن تصمیم می‌گیرند که به چه شکل به کارشان ادامه می‌دهند. در این میان سفارت‌های برخی از کشورها که در آنها بیماری کرونا ویروس را ثبت کردند اصرار داشتند که فعالیت خود را همچنان ادامه میدهند. برای مثال نماینده سفارت قطر در دوشنبه گفت گرفتاری ایده از ساکنان این کشور با کرونا ویروس برای ادامه فعالیت سفارت مانع نشده است. در سفارت روسیه در تاجیکستان گفتند که در کار آنها نیز هیچ محدودیت راه اندازی نشده است، هرچند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور روز 25 مارت در مراجعه تلویزیونی خود بخشیده به چاره‌های ضد کرونا ویروس از تعطیل همه مؤسسه‌ها و کارخانه‌ها تا 5 اپریل امسال خبر داد. روسیه برای پیشگیری از پنه‌شوی هرچه بیشتر کرونا ویروس از امروز پروازهای نقشه‌ای و غیر نقشه‌ای یعنی چارتری را از روسیه به خارج منع کرد. با توجه به این والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران و مدیر اجرایی سازمان جمعیت تانک جهانی در روسیه در یک مراجعه ویدیویی از همه مهاجران خواسته است که در این شب و روز از رفتن به فرودگاه‌ها خودداری کنند.
چوپین میگوید تا آخر این هفته حتی پروازهای هواپیماهای خاص برای بازگرداندن مهاجران بلیط در دست در نظر نیست. به گفته حامی حقوق، مهاجرانی که به خاطر گرفتار نشدن به کرونا ویروس در روسیه میخواهند هر چه زودتر به وطن برگردند و در فرودگاه ها جمع می آیند، بیشتر نسبت این ویروس آسیب پذیر می باشند، زیرا در این جایها شماره زیاد مردم و با وضع گوناگون سلامتی قرار دارند و می توانند باقی مانده ها را با این ویروس سرایت کنند. گذشته از این، والنتینا چوپیک خاطررسانی میکند مهاجران آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بعد رسیدن به وطن 2 هفته در شرایط کارانتینی نگاه داشته میشوند. به قول او تا حالا موردهای ثبت شده است که نفرانی سرایت یافته با افرادی که این ویروس را ندارند یک جای نگهداری شدند. چون این شرایط باز هم خطر گرفتاری مهاجران را به کرونا ویروس در وطن بیشتر میکند. والنتینا چوپیک از همه مهاجران دعوت کرده است که در روسیه بمانند و از سبکی‌هایی که این کشور در دوره کارانتینی نسبت مهاجران راه اندازی کرده است استفاده نمایند. در ساحل کوفرنیهان جسد جوانزن 22 ساله را پیدا کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید نام این زن سیاره رحیمزاده عارف بوده، سبب فوتش معلوم نیست. اما به قول این کمیته پیوندان جوانزن گفتند که او گرفتار بیماری روحی بود و ماه قبل از خانه برآمده و بی‌درک گشت. کارمندان کمیته جسد را به نزدیکانشان سپردند. وکیلان پارلمان در تاجیکستان طرح تغییراتی را به قانون وکیلان دفاع محاکمه کردند که ادوکات‌ها را عهده‌دار می‌کند با دعوت مفتش و یا دادستان فوراً به نزد آنها حاضر شود. وکیلان مجلس نمایندگان که تازه در آغاز ماه مارس انتخاب شدند در نخستین جلسه شورا 2 طرح تغییرات به قانون‌ها را بررسی کردند که به فعالیت وکیلان دفاع و یا ادوکات‌ها ربط می‌گیرد. تشبث مقامات برای اصلاح این قانون‌ها در حال صورت می‌گیرد که سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق انسان تاجیکستان را برای دشوار کردن کار وکیلان دفاع سخت تنقید کرده بودند. به گفته همصحبتان رادیو زودی، با واسطه قبول این قانون مقامات تاجیک نشان دادند که رسما حقوق‌های عیبدار شونده را مراعات می‌کنند. یک وکیل مدافع تجربه دار که نخست نامش برده شود گفت قانون عهده‌دار کردن ادوکات که با دعوت مفتش و یا پروکورور باید فوراً حاضر شود اعتبار اینستیتوت ادوکاتور را پایین میبرد. ادوکات باید با خواهش شخصی تعقیب شونده و یا نزدیکان او انتخاب شود. آنگاه درباره یاری حقوقی واقعی سخن گفتن ممکن است. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 27 ساله ساکن جماعت پل سنگین شهر نورک خبر میدهد. بازداشت شده به آن متهم می شود که روز 25 مارس به هنگام مناقشه عائلوی همسر 25 سالش را با 7 ضرب کارد به هلاکت رسانده است. بعد این او خوشتامن 45 سالش را نیز 2 ضربه کارد زده و او را مجروح نموده است. حالا نفر گمانبر در بازداشت قرار داشته تفتیش حادثه ادامه دارد. و چون همیشه در پایان صحبت من برای شما بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 در سومنی و 20 درم است. 1 یورو کمی بیش از 11 سومنی ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 128 سومنی و 50 درم تعیین گردیده است که در قیاس با روز گذشته بی تغییر است. این چند خبری تازه بود که خواستم در این صبح بر وقت برای شما بگویم. بینندگان عزیز در دوام روز ما باز شما را با خبرهای بیشتر از این منتظر خواهیم بود. امیدوارم شما ما را در برنامه و در صحبت‌های بعدی چون همیشه پیگیری خواهید کرد. ما موضوعهای روز رو در نظر داریم که می‌خواهیم برای شما بگوییم و همچنین چند از خبرهای مهم دیگر هست که در سرخط خبرهای روز من برای شما خواهم گفت. با امید دیدار در صحبت‌های بعدی شما را منتظر خواهیم بود.